خیلی که هم کس میگن همیشه اوچا ما گفتم هم بود قرصکا برای اوچا هر کسی اوچاش دوست میدارد برای اوچا قرصکای تاجیکی رفتی خرید حیات فراموش میکنه گپاکو کلی کشیده تیفان آبش میکنه گپاکو کلی کشیده تیفان آبش میکنه تیفان بودم بزنه زنجرم بزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ بزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزند الو میگم لبای میگن الو میگن لبای میگن الو میگم لبای میگن الو میگم لبای میگن بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای میگن بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای میگن تلفن بیزم بزنم زنجرم بزنم یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن وقتی گپا بود میکنه تلفنم بود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفنم بود میکنه و میگم قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای میگم و میگم قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگم قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه زنجرک میزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنه موافقی طلبش کن یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری ای گپ آباده آیا خبر نداری دینا نگن در ریان برپاس توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نموده ایران نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکایم دینا در شهر کرغان بر پوشیدن خیران دینا در شهر کرغان کما چیدن خیران یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک نود صد شده یک دشمن صد شده
1800 چیدن سر انگور و انار 1800 چیدن تو با چشم دیدی گوی سفری قرم گساله کرد سرم تو با دینم خریدن از بزرگیدم غنم گساله همان زمان خسته خندم شدن توبه کردم خدایا آخری زمان شدن گفتم با چشم دیدی میگن در زواد بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بودن همراهی میرزا وراد میگن بر دست افتیدن کش ایسرش پریدن یک پولی گاه دادن است جانی خود را خریدن یک پولی گاه دادن است جانی خود را خریدن گفتم با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفتن این بابای پیر محمد زنش را جنجال کردن آنچنان جنجال کردن دستی چوبید و پوشه خودش کشال کردن گفتم با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگ خروس آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر ببر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود این خونه رو نمی بود خدا تان رو گد نگید دیگه تبر رو باشد و نوبت شوید نگید دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد پشتامنی پیرش را اون زده تلال نکرد ندونه کم دست دختری کوری سفر همیشه انشایی بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن پول از او خون سوختن یک خون جیگر بودن پول از او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفتم با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. ترسکای شما با بابای فیض. سلامات باشین.